بازم سلام، بازم مخلصیم. پس پریروزا علی گدا شیخ فری و کابینشو کشون برد تو بیت العنکبوتش و یه نمایش روحوزی واسه جماعت دلارام و دلواپس ترتیب داد. روز خونی علی گدا مثل همیشه کشدار و قرقاتی بود، اما اون وسط ها یه چیزی گفت که خیلی تابلو بود. حاشیه سازی نباید بشه. بعضی از حاشیه سازی ها تشتت آوره، یعنی همین وحدت جهتگیری رو به هم میزنه. مراقب این معنا باش. حالا برای اینکه معلوم بشه این جک و جونه برای نظام آخوندی تا کجا ولایت مدارن، یه نگاهی به ورق پاره هاشون میندازیم و دوز وحدت تو دم و دستگاه این رژیم دغدغه‌خون رو میسنجیم. اول از دلواپسای تیغکش شروع میکنیم. انعکاس سخنان خامنه‌ای در روزنامه‌های دلواپسان 5 شهریور 94. حمایت: دشمنی آمریکا کم نشده، دنبال رخنه و نفوذ هستند. جوان: مسئولان مطلقاً در نقشه دشمن قرار نگیرند. افکار: مواضع انقلابی را بدون رودربایستی بیان کنید. بابا بفرمایید. ملاحظه میکنید تا کجا حواسشون به شیشه وحدت نظام است؟ اصلا دنبال حاشیه سازی نیستن. یعنی اگه یه بزغاله عطسه کرده بود اینا بیشتر براش احترام قائل بودن تا الان که مثلا مقام عظمای ولایت فک زده. حالا بریم یه نگاهی هم به ورق پاره های باند کوسه بندازیم ببینیم اونا چه طرحی واسه حرفای علی گدا خورد کردن. انعکاس سخنان خامنه‌ای در روزنامه‌های باند رفسنجانی روحانی 5 شهریور 94. قانون: تقدیر از دولت به خاطر آرامش و ثبات اقتصادی. ابتکار: تقدیر از کاهش تورم و پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای. آره دیگه، اینا هم کل روزه علی گدا رو گذاشتن یه طرف، فقط تیکه تقدیر و تشکرش رو برداشتن. ببینید حرفای علی گدا چه آش شلم شوربایی بوده که دلاراما از توش تقدیر و تشکر بیرون کشیدن و دلواپس ها هم از توش هشدار و اعلام خطر. برخی از فرمایشات ایشان به صورت خطابگونه، بعضی به شکل راهنمود و تعدادی نیز به صورت هشدار و اعلام خطر است. اکنون هدف دشمن این است که از طریق توافق هسته‌ای به اهداف و رخنه‌های بزرگتر، خطرناکتر و ویرانگرتری دست یابد. این روزها آشکار میگویند هدف از توافق هسته‌ای تغییر نظام جمهوری اسلامی است. این چه توافقیه که هدفش تغییر نظامه، اما علی گدا از بابتش تشکرم کرده. خب آخه این که نشد که، خیلی داغونه که بازم این عظما خودشو خراب کرد. اما وقتی ما خودمون رو خراب کردیم، خودمون ایجاد اختلاف کردیم، خودمون علیه هم توطئه کردیم، خودمون با هم دست به یقه شدیم، خدای متعال نعمتشو بر میداره. خدا اگه دست به یقه می شدن که خوب بود بابا. این جماعت شاخ تو شاخ شدن، دارن هم دیگر رو تیکه پاره میکنن. بابا الان تو مجلس بهوش صحبت قیچیکاری شیخ فریه اینا. تلاش برای جریان انداختن طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور. مخالفان روحانی به سیم آخر زدند. حمید رسایی نماینده تهران گفته است لایحه برجام و رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی روحانی به عنوان تنها کارهای عقب مانده مجلس هستند. وقتی ولی فقیه تلس شکسته زهر خورده اینجوری روزه دو پهلو میخونه و تو دوران پس از زهرخوری یکی به میخ میزنه و یکی به نل، خب معلومه که یه چنین بکوبی راه میفته، معلومه که بزن میشه. همون نکته موشکافانه قضیه اینه که این ولی فقیه فلک زده چاره دیگه ای نداره، تو فاز فینیش نظامه. هر کار بکنه همینه، هر کار بکنه تهش تیکه پاره شدن نظامشه، هر کار بکنه نقد میشه تو جیب ملت. خب دوستان آخر وقته،
خوشحال شدیم از دیدنتون. سایتون کم نشه، زد زیاد.